فلسفه متال گیر، جنگی که قرار بود برای صلح باشه. چرا اصلا اسم بازی متال گیره؟ اگه فقط به ظاهر بازی نگاه کنیم، متال گیر یه سلاحه، یه ماشین جنگی که میتونه سلاح هسته‌ای حمل کنه و شلیک کنه. اصلا اول بازی هم ایده اصلی این نبوده که بگه یه ربات بزرگ جنگی وجود داره برو نابودش کن. نه. سوال عمیق‌تر اینه، اگه کشوری بتونه بدون نیاز به ارتش بزرگ از یک سلاح هسته‌ای متحرک استفاده کنه، چه اتفاقی برای مفهوم قدرت، جنگ و بازدارندگی میفته؟ و بعد مجموعه سوالهای بزرگتری رو واسط ایجاد میکنه تو هر شماره بازی. اگر دولت‌ها از سربازا سوء استفاده کنن چی میشه؟ اگر اطلاعات مردم رو کنترل کنن چی میشه؟ اگر ژنتیک تعیین کننده این که تو چه کسی هستی و در آینده قراره چه آدمی بشی چی میشه؟ اگر تاریخ هویت تو رو میسازه چی؟ اگر آزادی بدون کنترل به هرج و مرج تبدیل بشه چی؟ اگر صلح خودش بهونه برای کنترل انسان‌ها جنگ باشه چی؟ اینها هسته فلسفی متال گیرن. خود مجموعه هم این موضوعات رو طول بازی‌ها به شکل زنجیره‌ای دنبال میکنه. از ژنتیک تو متال گیر سالید 1، میم تو متال گیر سالید 2، سین تو متال گیر سالید 3، سنس تو متال گیر سالید 4، آخرش هم ریونج و ریس و پیس و پین تو متال گیر سالیدهای بعدی. اولین سوال اینه که چرا انسان‌ها می‌جنگن؟ این احتمال مهمترین سوال کل متال گیره. از سال 1987 که این بازی اومد تا همین متال گیر سالید وی، تقریبا همیشه با یه نسخه متفاوت از همین سوال مواجهیم، اما جواب مجموع ثابت نیستش تو هر شماره. گاهی انسان برای کشورش می‌جنگه، گاهی برای ایدئولوژی، گاهی برای پول، گاهی برای انتقام، گاهی برای آزادی حتی می‌جنگه، گاهی اصلا نمیدونه برای چی داره می‌جنگه، اینو مطرح میکنه، و گاهی برای اینکه فقط در جنگ احساس میکنه که زنده است داره میجنگه. این تغییر دلیل جنگیدن انسان‌ها یکی از ستون‌های اصلی داستان بازیه. The Boss نقطه‌ای که همه چیز از اون شروع میشه. فلسفه The Boss تو متال گیر سالید باید حتما بدونید. نکد اسنیک همون بیگ باس تو متال گیر سالید 3 تصور میکنه که The Boss یه خائنه. دولت آمریکا به اون دستور میده که مادر معنویش یا استادشو بکشه. نکد اسنیک تمام بازی دنبال اینه که بفهمه چرا The Boss خیانت کرد. یه آدم خیلی میهم پرستی بود این شخص، اما تو پایان بازی مشخص میشه که حقیقت تلختر از این حرفاست. باس خیانتکار نبوده، باس بازیچه سیاستمدارها بوده. برای این خیانتکار تلقی شده که لو نره نقشه آمریکا و ما مجبوریم، اون حتی خودش هم این درخواست میکنه، میگه منو بکش که جلوی جنگو بگیری. اولین ضربه فلسفی بزرگ وارد میشه به پلیر. یک انسان میتونه برای کشورش جون بده، ولی همون کشور میتونه بعداً به اون خیانت کنه. پس کشور مساویس با حقیقت نیست و دولت مساویس با عدالت هم نیست. فلسفه The Boss چی بود؟ در نهایت The Boss ببینید فراتر از آمریکا و شوروی فکر میکرد. اون معتقد بود که انسان‌ها نباید خودشون صرفاً به کشور، مرز، پرچم، ایدئولوژی محدود کنن. به زبون ساده، انسان قبل از اینکه آمریکایی یا روس یا ژاپنی باشه انسانه. این ایده بعداً تبدیل به یکی از بزرگترین اختلافات تاریخی مجموعه میشه، چون افراد مختلف میگن ایدئولوژی The Boss رو من بهتر از بقیه فهمیدم و تقریبا همه‌شون داشتن اشتباه میکردن. دقیقاً اینجا کوجیما بعد از اینکه متال گیر سالید 3 رو معرفی میکنه و بازار میده، همه وقتی بازی میکنن فکر میکنن ایدئولوژی The Boss رو فهمیدن. کوجیما از این موضوع هر کسی یه برداشتی داشته دیگه واسه خودش، تو داستان‌های آیندهش استفاده میکنه. خود بازیکن‌ها طرفدارای این مجموعه. مشکل بزرگ متال گیر اینه که همه میخوان The Boss رو تفسیر کنن. بعد از مرگ The Boss، مادر معنوی بیگ باس، چند نفر تلاش میکنن میراث اون رو ادامه بدن. مهمترینشون یکیشون میجر زیرو و اون یکی هم بیگ باس که خودشو نکد اسنیک معرفی میکنه. هر دوشون میخوان آرمان‌ها رو اجرا کنن، اما برداشتشون کاملا متفاوته. میجر زیرو میگه که برای جلوگیری از جنگ باید دنیا رو کنترل کنیم. بیگ باس ولی چیز دیگه‌ای میگه. کم کم به این نتیجه میرسه که دولت‌ها نباید سربازها رو کنترل کنن، یا منظورش همون سیاستمدارا و بالادستی‌هاست. و این دو دیدگاه جنگ فلسفی این بازی و مجموعه رو میسازه. میجر زیرو آزادی بدون کنترل خطرناکه. میجر زیرو ترس اینکه جهان دوباره وارد جنگ جهانی بشه، تصمیم میگیره کنترل اطلاعات و سیاست جهان رو تو دستش بگیره.
از همین جا مسیر The Philosophers تبدیل میشه به پترویت یا میهم پرستان. هدف اولیه چیزی شبیه اینه: اگه بتونیم جهان رو کنترل کنیم میتونیم از جنگ جلوگیری کنیم. در ظاهر ایده منطقیه، اما مشکل اینجاست چه کسی کنترل کننده رو کنترل میکنه حالا؟ یا مهمتر، آیا صلحی که با حذف آزادی به وجود میاد واقعا صلحه؟ این همون چیزیه که بعداً تو متال گیر سالید 2 بهش میرسیم و منفجر میشه داستان. این صلح اصلا صلح نیست، توهم صلحه. بیگ باس آزادی به قیمت جنگ. بیگ باس مسیر دیگه ای رو میره. اون بعد اتفاقات متال گیر سالید 3 و پیس والکر از دولت‌ها به شدت متنفر میشه. در نگاه اون سربازا ابزار سیاستمدارها هستند. دولت‌ها سربازا رو به جنگ میفرستن. وقتی جنگ تمام میشه سربازا دور انداخته میشن. برای بیگ باس این غیر قابل قبول بود واقعا. پس با خودش میگه که سرباز باید متعلق به خودش باشه و اینجا آتر هیون متولد میشه. یا میتونید بگید آتر هیون یا هیون آتر. آتر هیون معنیش میشه که اخراج شده از بهشت. هیون آتر که برعکسش خونده میشه چی؟ میشه بهشت خارجی. آتر هیون دقیقاً چیه؟ آتر هیون نباید فقط یک کشور بیگ باس تصورش کنید. آتر هیون در اصل یک ایدئولوژیه. ایده درباره جهان سربازه متعلق به هیچ کشوری نیستن. فقط فرمانده دارن، نه به متعلق به سیاستمدارها. و سربازا کاملا آزادن. بیگ باس آخر پیس والکر به این مفهوم میرسه که اینها سربازان بدون مرزن. برای دولت خاصی نمیجنگن. فقط به جایی میرن که حضورشون لازمه. این ایده در ابتدا جذابه. دیگر هیچ دولتی نمیتواند از ما سوء استفاده کند. اما مشکل وحشتناک اون چیه؟ اگر جامعه‌ای بسازیم که سربازا همیشه در اون مورد نیاز باشن، باید همیشه جنگ وجود داشته باشه. و اینجا بیگ باس گرفتار تناقض خودش میشه. تناقض بیگ باس چی بود؟ سربازا آزاد باشن، اما برای اینکه سرباز همیشه آزاد و مورد نیاز باشه باید جنگ ادامه پیدا کنه. پس آزادی سرباز تبدیل میشه به وابستگی به جنگ. این یکی از تراژیک ترین ایده های متال گیره. بیگ باس در ابتدا میخواد سربازا از چنگ دولت آزاد کنه، اما در نهایت خودش جهانی میسازه که جنگ تبدیل به خونه سربازا میشه. آتر هیون در نتیجه صرفا یک آرمان آزادی نیست، میتونه تبدیل به یک ماشین تولید جنگ هم بشه. متال گیر چرا همچه سلاح هسته‌ای داره؟ چون همیشه مجموعه میخواد یک تناقض سیاسی نشون بده. بازدارندگی هسته‌ای، ریتالییشن. منطق بازدارندگی اینه که اگه تو به من حمله کنی، من اونقدر قویم، قدرت دارم که میتونم تو رو نابودت کنم، پس حمله نمی کنیم. یعنی برای جلوگیری از جنگ سلاح جنگی میسازیم. پیس والکر دقیقا همین مسئله رو مرکز داستان خودش قرار داده. کولدمن معتقد بود که بازدارندگی هسته‌ای دقیقاً به انسان وابسته است و انسان ممکن هر لحظه بحرانی نتونه تصمیم درست و نابودی طرف مقابل رو بگیره. بنابراین میخواد تصمیم رو به یک سیستم ماشینی بسپاره. اسمش هم پیس والکر، راهرونده آزادی، سفیر صلح. یعنی دستگاهی برای ایجاد صلح با تهدید به جنگ هسته‌ای کار میکنه. این دقیقاً طنز فلسفی متال گیره. متال گیر در واقع نماد چیه؟ متال گیر رو میتونی نماد منطق بازدارندگی بدونی. تو نمیخوای از اون استفاده کنی، فقط میخوای دشمن بدونه که اگه مجبور شوم میتونم استفاده کنم. اما مشکل اینجاست، اگه هر دو طرف چنین چیزی داشته باشن چی؟ اگه هر دو تا کشور متال گیر داشته باشن و ساخته باشن چی؟ دنیا تبدیل میشه به صلحی که روی ترس بنا شده. پس متال گیر یه سلاح برای جنگ نیست. در سطح فلسفه میتونیم بگیم متال گیر مساوی است با صلح از طریق تهدید و نابودی و ترسه. آیا ژن سرنوشت ما رو تعیین میکنه؟ متال گیر سالید 1. داخل متال گیر سالید 1 این سوال چند بار از آن میپرسیم، ولی نوعای متفاوت. مثلا یه جا سوال تغییر میده و اینو میگه آیا ما به خاطر ژنتیکمون محکوم به تبدیل شدن به چیزی خاص هستیم؟ یعنی مثلا ژنتیک من باعث میشه که من پولدار باشم یا سرباز باشم، آدم کش باشم یا هر چیز دیگه؟ یعنی ژنتیک من باعث میشه که اینی که هستم اینجا باشم؟ لیکوید استین معتقد بود که او و سالید استین محصول ژنتیک هست، یعنی ژن ها تعیین میکنن که تو چه کسی هستی. اما بازی کم کم این ایده رو زیر سوال میبره. حتی اگه ژنتیک روی انسان اثر بذاره، آیا واقعا سرنوشت انسان تعیین کننده همونه؟ آیا ژنتیک تعیین میکنه سرنوشت انسان چی باشه؟ اینجا مفهوم ژن ژنتیک رو وارد فلسفه مجموعه میکنه. سالید اسنیک در برابر سرنوشت خودش تو متال گیر سالید 1 سالید اسنیک رو جوری نشون میدن که ظاهرش
انگار ساخته شده برای جنگ. هم کلون بیگ باسه، هم بچگی سرباز بوده، هم قاتله. اما پایان بازی به تو چیز دیگه ای رو میگه. تو مجبور نیستی همون چیزی باشی که از ابتدا براش ساخته شدی. اینی که مهمترین پیام‌های متال گیر سالید 1 گذشته روی تو اثر داره ولی الزاما آینده رو تعیین نمی‌کنه. متال گیر سالید 2 خطرناکترین ایده مجموعه. اگه میخوایم یه بازی رو انتخاب کنیم که فلسفه متال گیر رو بیش از همه به دنیای واقعیمون نزدیک کنه، متال گیر سالید 2. چرا؟ چون سوالش اینه: اگر اطلاعاتی که به ما میرسه توسط دیگران انتخاب شده باشه، آیا واقعا آزادی؟ این فوق‌العاده امروزیه. پترویت ها چی میخوان؟ میهم پرستان در متال گیر سالید 2 فقط نمیخوان مردم رو مجبور کنن اونها انتخاب کنن. اونها میخوان اطلاعات رو کنترل کنن، چه چیزی منتشر بشه، چه چیزی حذف بشه، چه چیزی مهمه، چه چیزی فراموش بشه، چه چیزی حتی به نسل بعد منتقل بشه. دقیقا مثل دنیایی که امروز داریم زندگی میکنیم. یعنی کنترل انسان بدون اینکه حتی احساس کنه داره کنترل میشه. کونامی، بهتره بگیم هیدو کوجیما، تو متال گیر سالید 2 این مجموعه رو به محورهای اصلی بازی وصل کرده به چیزهای غیر از ژنتیک، خاطرات، شیوه زندگی، چگونه به نسل قبل و بعد منتقل میشه. به میم چیه؟ Turn the game console off right now. What did you say? The mission is a failure. Cut the power right now. What's wrong with you? Don't worry. It's a game. It's a game just like usual. You'll ruin your eyes playing so close to the TV. What are you talking about? متال گیر سالید 2 مفهوم میم رو تو فرهنگی مطرح میکنه که اینجا منظور اطلاعات، عقاید، فرهنگ، ارزش‌هایی که انسان به نسل بعدی منتقل میکنه، نه میم‌های اینترنتی امروزی که همیشه داریم همه جا می‌بینیم و مسخره‌اش میکنه. مثلا تو میمیری اما عقایدت، داستانت، فرهنگت، دانشت، خاطراتت ممکنه باقی بمونه از طریق میم. پس انسان فقط با ژنتیک زنده نیست، بلکه با اطلاعات هم ادامه پیدا میکنه در آینده. اما اگه اطلاعات رو کنترل کنیم چی؟ اینجا پترویت به نتیجه وحشتناکی میرسه. اگر اطلاعات رو کنترل کنیم میتونیم آینده انسان رو هم کنترل کنیم. از کنترل بدن خطرناکتره، چون اگر اسلحه دستت باشه میدونی کسی تهدیدت کرده، ولی اگه کسی کاری کنه که خودت فکر کنی تصمیمت متعلق به خودت بوده، اون وقت کنترل بسیار عمیق‌تر میشه. این یکی از اصلی ترین ایده‌های متال گیر سالید 2. به همین دلیله که متال گیر سالید 2 امروزه حتی عجیب‌تر از زمان انتشارش به نظر میرسه. بازی درباره جهانی حرف میزنه که در اون اطلاعات زیاد میشه ولی حقیقت لزوما زیاد نمیشه، بیشتر دروغ پخش میشه تو اینترنت و ما رو دارن کنترل میکنن توی اینترنت. مردم نمیتونن تشخیص بدن چه چیزی واقعیه، چه چیزی جعلیه، چه چیزی مهمه، اصلا چه چیزی برجسته، چه چیزی اصلا نمیتونیم. AI، فرق بین AI، میس اینفورمیشن، الگوریتم‌ها، همه چی رو دارن کنترل میکنن. ما نمیتونیم حقیقت رو پیدا کنیم تو اینترنت. لزوما هر چی که ما تو اینترنت داریم میبینیم فیک نیوزه. فیک نیوز این نیست که اخبار دروغ باشه، اخبار جهت داره. مثل 90% کانال‌های خبری که شما دارید تو یوتیوب و تو تلگرام می‌بینید همش همینه، همش میس اینفورمیشنه. چجوری بهتون بگم؟ جهت داره، واقعیت رو بهتون میگم ولی با جهت دارن بهتون میگن، دروغ دارن بهتون میگن، دارن فریبتون میدن. جالبه یوهو متال گیر سالید 3 ما رو به گذشته میبره. اینجا سوال عوض میشه. سین، محیط، دوره تاریخی چقدر شخصیت ما رو میسازه. نیکد استنگ یا همون بیگ باس خودمون تو جنگ سرد زندگی میکرده. جنگ سرد بین شوروی و آمریکا که یه جور جنگ اقتصادی بود که هیچ وقت هم به هم دیگه حمله نمیکردن، فقط اسلحه میساختن و با هم نشون میدادن. اون در یک دنیای دو قطبی زندگی میکرده، آمریکا و شوروی. فکر میکنه باید برای کشورش بجنگه، اما دباس به اون نشون میده که سیاستمدارها میتونن تعریف دشمن رو یک شبه عوض کنن. امروز دشمنه، فردا متحد. پس آیا واقعا دشمن واقعیه؟ این دشمنی که ما داریم واقعیه یا فقط کسیه که امروز با دولت ما مشکل داره، فردا شاید اصلا متحد باشه، پس فردا دوباره با دولت متنفر باشه ازش و اون دشمن تلقی بشه. دباس میگه که جهان باید یکی باشه. دباس متوجه شده که کشورها دائما تغییر میکنن، پرچم‌ها عوض میشن، دولت‌ها سقوط میکنن، اتحادها تغییر میکنن، اما انسان‌ها همچنان خودشون رو به این مرزها وابسته میدونن. از اینجا ایده فراتر از مرزهای ملی میاد. اما تراژدی اینجاست، بیگ باس برداشت خودش رو از این ایدئولوژی برمی‌داره، میجر زیرو هم برداشت خودش رو از ایدئولوژی برمی‌داره. هر دو هم معتقدم من دارم خواسته دباس رو اجرا میکنم.
در صورتی که بهتون توضیح میدم چرا جفتشون دارن اشتباه میکنن. متال گیر سالید 4 خیلی بازی مفهومیه. خیلی هم مفهوم این بازی رو متوجه نشدن. وقتی جنگ تبدیل به اقتصاد میشه، چیزی که امروز داریم هر روز میبینیمش، اقتصاد از طریق جنگ، تو متال گیر سالید 4 دیگه جنگ یه روتین شده. جنگ سنتی تقریبا از بین رفته. به جاش PMC ها یا سربازای خصوصی که بهشون پول داده میشن به جنگن میان سر کار. شرکت‌های خصوصی نظامی میان سر کار. این شرکت‌ها برای جنگ پول میگیرن. در نتیجه جنگ دیگه فقط سیاست نیست. جنگ تبدیل شده به کسب و کار. هیدئو کوجیما تو توضیح رسمی متال گیر سالید 4 به رشد PMC ها، سلاح‌های بدون سرنشین و تبدیل ساختار جنگ به یک سیستم اقتصادی اشاره میکنه. تقریبا چیزیه که داریم هر روز تو هر جنگ تو این 10 سال گذشته هست و میبینیم. مثلا اوکراین داره تمام سرمایه‌شو میده به آمریکا و اروپا تا براش سلاح بفرستن، سرباز بفرستن براش بجنگن. وار اکونومی یا اقتصاد جنگ. اینجا به یکی از تاریک‌ترین ایده‌های متال گیر میرسیم. اگر اقتصاد جهانی به جنگ وابسته باشه چه اتفاقی میفته؟ اگر صلح باعث رکود اقتصادی یا همون جنگ بشه، در اون صورت چه چیزی جلوی ادامه جنگ رو میگیره؟ هیچ. چون جنگ خودش سودآوره. کسی نمیاد جلوی جنگ رو بگیره. تو متال گیر سالید 4 جنگ به یک فعالیت اقتصادی تبدیل شده و PMC ها ادامه درگیری سود میبرن. سرباز دیگه یه انسان نیست، داراییه. معنی و مفهومش یعنی چی؟ این یکی از مهمترین تغییرات مجموعه. تو متال گیر سالید 3 سرباز یه انسان بود، اما تو متال گیر سالید 4 سرباز تبدیل شده به یه asset، یعنی یه دارایی. یه شرکت میتونه بگه من تعداد سرباز دارم، این مقدار هم تجهیزات دارم، این مقدار هم هزینه میکنم و انسان تبدیل میشه به یک عدد اقتصادی توی جنگ. درسته؟ این همون چیزیه که بیگ باس ازش میترسید. بیگ باس از اینکه دولت سربازا رو ابزار کنه متنفر بود، اما تو MGS4 جهان به جای رسیده که بازار سرباز به کالا تبدیل شده. میجر زیرو و بیگ باس دو دشمن فلسفی ان با هم دیگه. یکی میخواد کنترل مطلق ایجاد کنه، دیگری میخوادش که آزادی مطلق ایجاد کنه. به همین دلیل با هم دیگه دشمن بودن. اما هر دو مسیر در نهایت میتونن به یک چیز برسن. انسان تبدیل به ابزار یک سیستم میشه. احساسات و میراث، the scenes. متال گیر سالید 4 یه سوال دیگه هم میپرسه از آدم. وقتی یه انسان میمیره دقیقاً چه چیزی از اون باقی میمونه؟ ژن، ژنتیک، اطلاعات، اراده، خاطره یا تجربه؟ این همون مفهوم سینز، احساسه که در تفسیر رسمی تحلیل تم اصلی متال گیر سالید 4 به اون مرتبط شده. آخر بازی هم دقیقاً به همین موضوع اشاره میکنه، براتون توضیح میده. تو متال گیر سالید 4 اسنیک چرا پیر شده واقعا؟ این فقط یه داستان جانبی نیست دوستان. بی دلیل اسنیک رو پیر نکرده هیدئو کوجیما. اسنیک نماد یه نسله، یه نسلی که تمام عمرش جنگیده، دقیقاً مثل ما که تمام عمرمون بازی کردیم و پیر شدیم. اگه مجموعه این بازی رو حتی اگر شماره 1 1997 بازی کرده باشی، شما تا الان دیگه حداقل تا اون موقع که بازی اومد 10 سال گذشته بوده اون بازی. مسلماً یواش یواش احساس پیری میکنی تو این جنگ. نماد خود ماست. حتی تو متال گیر سالید 4 نشون میده بدنش دیگه توانایی ادامه جنگ و نه ادامه بازی رو نداره. اولد اسنیک این بازی واقعا اما میپرسه آیا نسلی که تمام عمرش جنگیده باید اجازه بده نسل بعد هم همین مسیر رو ادامه بده؟ بیگ باس و سالید اسنیک دو جواب متفاوت میدن بهت. بیگ باس میگه که جنگ بخشی از زندگی سربازه، اما سالید اسنیک در نهایت یه چیز دیگه میگه. شاید وقتش باشه که این چرخه تموم بشه و همینجا تفاوت اونها روشن میشه. فرق بین بیگ باس و سالید اسنیک. بیگ باس زندگیش همش تو جنگه، ولی خب سالید اسنیک زندگیش فراتر از یه جنگه. میخواد تموم کنه جنگو. سفیر صلح و تناقض صلح. پیس والکر شاید واضح ترین بازی درباره فلسفه چطور با جنگ صلح بسازیم. بیگ باس یه ارتش میسازه تا از بقیه جلوگیری بکنه تا بهش حمله کنن. یعنی برای اینکه صلح داشته باشه باید اونقدر قوی باشه که کسی جرأت حمله بهشو نکنه. این همان منطق بازدارندگیه. اما هرچی ارتشش بزرگتر میشه احتمال جنگ هم بیشتر میشه. تو پیس والکر بیگ باس تو پیس والکر تغییر میکنه. این یکی از مهمترین نقاط داستان بازیه. در ابتدا اسمش اصلا نکد اسنیکه و متنفر از این که بهش بگم بیگ باس. میگه منو بیگ باس صدا نکنید. تحت تاثیر آرمان‌های دباسه. اما تو پایان بازی برداشتش از دباس تغییر میکنه. اون احساس میکنه که دباس با کنار گذاشتن اسلحه آرمان سرباز رو رها کرده.
و از اینجا بیگ باس به فلسفه خودش میرسه. سرباز باید برای خودش بجنگه و اسم خودش رو بیگ باس صدا میکنه. نکد اسنیک تبدیل میشه به بیگ باس. فقط تغییر اسم نیست، تغییر فلسفه است. گرند زیرویز انسان تبدیل به قربانی سیاست میشه. خیلی قشنگ اینو نشون میده تو بازی. تو گرند زیرویز بار دیگه همون مسئله رو میبینیم. سربازها ابزار سیاست هستن. مادر بیس نابود میشه. بیگ باس همه چیزشو از دست میده. اما چیزی که مهمه او دیگه فقط یه انسان نیست. بیگ باس صاحب یه سازمان و یک ملت کوچیک از سربازا شده. پس سقوط مادر بیس برای او شبیه نابودی خونشه. یه کشورش انگار نابود شده. فانتوم پین یا بهتره بگیم ریونج. حالا نوبت انتقامه. ونوم اسنیک و بیگ باس با جهانی روبرو میشن که همه چیز از اونها گرفته شده. اسکالفیس دقیقاً با همین مفهوم کار میکنه، انتقام. اما متالگر میگه که اگر برای انتقام گرفتن وارد چرخه قتل شی، چه چیزی تو رو از دشمن متفاوت میکنه واقعا؟ اسکالفیس زبون رو قدرت میبینه. اسکالفیس یه ایده جالبی داره. زبانها انسانها رو از هم جدا میکنن. اگر بتونی زبان یه ملت رو ازش بگیری و نابودش کنی، فرهنگش هم نابود کردی. اون میخواد انگلیسی رو هدف قرار بده، چون زبان فقط وسیله ارتباط نیست. زبان حامل فرهنگ، تاریخ، خاطره، هویته. یعنی همون چیزی که تو متال گیر سالید 2 درباره میم میگفت اینجا دوباره ظاهر میشه. زبان و هویت. مثلا اگر نسل بعد دیگه زبان اجدادش رو بلد نباشه، اون نسل چه چیزی رو باقی گذاشته برای آینده؟ ممکنه ژنتیک هنوز باقی باشه ولی فرهنگ از بین میره. این نشون میده که هویت انسان فقط دی ان ای نیستش. این همون اتصال زیبای متال گیر سالید 1 2 و 5 یا بهتره بگیم وی، یعنی ما، ژنتیک، میم و لنگویج. اینا رو به هم دیگه متصل میکنه این بازی. شما نیازی تمام سری بازی رو بازی بکن تا بفهمید داستان شماره بعدی چیه. هر شماره رو میتونی راحت بازی کنی، با فلسفهش کنار بیای، ولی این فلسفه است که به هم دیگه متصل میکنه تمام شماره ها رو. حالا فلسفه ونوم اسنیک. آیا هویت واقعا متعلق به ماست؟ هویتمون؟ بازی فانتوم پین یکی عجیب ترین سواله کل مجموعه رو مطرح میکنه. اگر خاطرات و هویت یک نفر رو به یک انسان دیگه منتقل کنیم، اون شخص چه کسیه؟ ونوم اسنیک از نظر فیزیکی و روانی تبدیل به بیگ باس میشه. اما اون واقعا بیگ باسه؟ پس هویتش چیه؟ بدنش کیه؟ خاطراتش کیه؟ اسمش چیه؟ شهرتش کی اونو میشناسه؟ کاری که انجام میده بر چه اساسیه؟ بر اساس کیه؟ چیه؟ یا چیزی که دیگران دربارش باور دارن، میشناسنش؟ اصلا این آدم هویتش کیه؟ ونوم اسنیک بیگ باس کیه این بشر؟ اینجا متال گیر واقعا پیچیده میشه. تو متال گیر سالید 1 خب به ما ژن تعیین کننده هویت نیست، نقضش میکنه. متال گیر سالید 2 اطلاعات و فرهنگ هویت ما رو میسازه. متال گیر سالید 3 محیط، تاریخ، هویت رو میسازه. تو متال گیر سالید وی هم حتی خاطره و نقش اجتماعی هم میتونه هویت ما رو بسازه. یعنی مهم نیست شما اصلا کجا به دنیا اومدی، کجا بودی، چی بودی، یعنی فقط کافیه یه خاطراتی رو به شما انتقال بدن، هویت شما ساخته میشه. یه نفر میتونه بیگ باس باشه. آیا؟ تو جواب فانتوم پین واقعا عجیبه. بله، همین الان شما که داری این پادکست، این وایس رو گوش میدی، میتونی بیگ باس باشی. فقط کافیه که بیگ باس رو بشناسی. همین الان میشه نفر بعدی که بیگ باس تو باشی. چون بیگ باس فقط یه بدن نیست، بیگ باس دیگه یه ایدئولوژیه. اگر مردم باور کنن تو بیگ باس هستی، پس تو واقعا رفتار یه بیگ باس رو داری. اگر همون هدف رو دنبال بکنی، اگر دنیا رو تغییر بدی، اگر دنیا هم تو رو بیگ باس بشناسه، پس از نظر اجتماعی توی بیگ باسی. این ایده به یکی از پیچیده ترین بحث فلسفی کل مجموعه تبدیل شده. جعل هویت. چیزیه که در آینده شاید براتون توضیح بدم چجوریه. متال گیر درباره آزادی چی میگه؟ جواب مجموعه ساده نیست. 3 مدل میبینیم در مورد آزادی تو متال گیر. نظر زیرو، آزادی بدون کنترل خطرناکه، پس باید کنترل کنیم همه رو. نظر بیگ باس، کنترل دولت واقعا خطرناکه، پس آزادی باید داشته باشیم. سالید اسنیک، هر دو افراط میتونن انسان رو نابود کنن، پس انتخاب فردی مهمه. ما باید آزاد باشیم تو انتخاباتمون. به همین دلیل که سالید اسنیک از نظر فلسفی خیلی مهمتر از بقیه است. اون نه آرمان زیرو رو پذیرفت که فرماندهش بود در اصل،
نه آرمان بیگ باس که دیگه اسمش مشخصه دیگه، بیگ باس همه قبولش داشتن. اون فقط میخواست انسان بتونه خودش انتخاب بکنه، آزادانه زندگی بکنه. آزادی مطلق هم خطرناکه. این خیلی نکته مهمیه. متال گیر نمیگه بهمون بیگ باس خوبه چون علیه دولت هاست. نه، آتر هیون میتونه جهان رو تبدیل کنه به یک جنگ دائمی و این خودش یه نوع زندانه. یعنی کنترل بیش از حد مساویس با زندان، اما آزادی بدون مسئولیت مساویس با هرج و مرج. میهم پرستان آتر هیون دو سر یک خطن. یعنی چی؟ میتونی کل مجموعه رو اینطوری تصور کنی: پترویت، کنترل، نظم، ثبات. اما به قیمت چی؟ به قیمت از دست دادن آزادی. طرف دیگرش هم میتونی بگی آتر هیون، آزادی، هرج و مرج، جنگ. اما به قیمت چی؟ صلح. سالید استینگ این وسط قرار داره در اصل و هیچ کدوم انتخاب نمیکنه. میتونیم بگیم سالید استینگ عضو حزب باده، ولی خب حزب باد بد نیستش، خیلی هم خوبه. بین بد و بدتر هیچ کدوم انتخاب نمیکنه. چرا همیشه چرخه داریم؟ چرا همیشه این چرخه اشتباهات و این اتفاقات همیشه تکرار میشه تو بازی؟ بزرگترین ویژگی بازی متال گیر سالید ببینید همین چرخه شخصیت هاست. دائما اشتباهات نسل قبل رو تکرار میکنن. باس، بیگ باس، زیرو، پترویت، لیکوید، سالیدوس، لیکوید، بیگ باس، همه، حتی سالید اسنیک، همشون اشتباه جنگ رو تکرار میکنن. این همون چیزیه که میخواد نشون بده که انسان ها تاریخ رو به ارث میبرن، ولی اغلب به جای یادگیری از اونو دوباره تکرار میکنن. از تاریخ درس نمیگیرن، فقط ارث میبرن. متال گیر در اصل درباره انتقال میراثه. اگر تمام بازی‌ها رو کنار هم بذاریم می‌بینیم تقریبا همه چیز درباره یه سواله: چه چیزی از یک نسل به نسل بعد منتقل میشه؟ ژنتیک متال گیر سالید 1، فرهنگ و اطلاعات متال گیر سالید 2، تاریخ و محیط متال گیر سالید 3، اراده و معنا متال گیر سالید 4، صلح، پیس والکر، انتقام، گرند زیرو، فانتوم پین، زبان، هویت. اینجاست که اسم متال گیر دوباره معنا پیدا میکنه. متال گیر فقط یه ماشین نیست. متال گیر تو هر شماره شکل عوض کرده: شاگوهات، رکس، ری، پیس والکر، زک، ساهلانتروپوس که رو 2 پا وای میستاد. اما مفهوم ثابت میکنه که انسان قدرت نابودی عظیمی رو در اختیار میگیره و بعد تلاش میکنه از اون برای ساخت صلح یا آزادی استفاده کنه و تقریبا همیشه نتیجهش خطرناکه. همون چیزی که اول توضیح دادم، اینکه من بمب اتم دارم تو هم داری، پس میترسیم همدیگه رو بزنیم. چرا متال گیر همیشه راه حل نیست؟ چون هر بار انسان میگه اگه من سلاح قدرتمندتری داشته باشم دیگه کسی نمیتونه به من حمله کنه، اما دشمنم همین کارو میکنه. پس متال گیر میسازیم، تو هم میسازی. من سلاح هسته‌ای دارم، تو هم داری. من AI دارم، تو هم میسازی. در نتیجه امنیت یک نفر تبدیل به ناامنی دیگری میشه. دقیقاً. و این همون تناقض بازدارندگیه. اگه من سلاحی داشته باشم که بتونم تو رو نابود کنه، تو از حمله میترسی. اما برای اینکه مطمئن بشی من از اون استفاده میکنم، باید نشون بدی که واقعا آماده ای. پس باید سلاح بیشتری بسازی. این چرخه ادامه پیدا میکنه. پیس والکر دقیقاً این مسئله رو به شکل داستانی بررسی میکنه. خیلی متوجه داستان پیس والکر نشدن. هوش مصنوعی تو متال گیر سالید AI یا همون هوش مصنوعی توضیح بسیار مهمه. تو پیس والکر آیا ماشین میتونه تصمیم اخلاقی بگیره؟ تو متال گیر سالید 2 هم آیا AI باید اطلاعات انسان‌ها رو کنترل کنه؟ تو متال گیر سالید 4 هم آیا سیستم میتونه کل اقتصاد جهان رو کنترل کنه؟ پس تکنولوژی همیشه فقط ابزار نیست. هر چی قدرتمندتر بشه تبدیل میشه به یک بازیگر سیاسی. تکنولوژی دشمن واقعی نیست. متال گیر ضد تکنولوژی نیستش. حرف مجموعه این نیست ماشین بده، متال گیر بده. نه. حرف بیشتر در رابطه با اینه که قدرت تکنولوژی بدون مسئولیت انسانی خطرناکه. یه متال گیر میتونه جلوی جنگ رو بگیره، یک AI میتونه تصمیم سریعتر بگیره، یک سیستم اطلاعاتی میتونه جامعه رو منظم بکنه. اما سوال اینه چه کسی تصمیم نهایی رو میگیره؟ چه کسی مسئول اشتباهاته؟ چرا سالید استینگ همیشه مخالف سیستمه؟ سالید استینگ معمولا آدمی نیستش که بخواد دنیا رو اداره کنه. اون دنبال ساختار آرمان شهر نیست. اون میگه که
من نمیخوام کسی به جای انسان‌ها تصمیم بگیره. این نکته سالید اسنیک رو از بیگ باس جدا میکنه. بیگ باس میخواد دنیا رو تغییر بده، میخواد یک آرمان شهری به اسم آتر هیون درست بکنه. از مردم در برابر کسانی که میخوان دنیا رو به زور تغییر بدن محافظت میخواد بکنه. سالید اسنیک در نهایت چه چیزی رو انتخاب میکنه؟ زندگی، نه جنگ، نه دولت، نه آتر هیون، نه پتروید، نه متال گیر، هیچ کدوم. زندگی معمولی. تو متال گیر سالید 4 وقتی همه چیز تقریبا تموم شده، سالید اسنیک باید تصمیم بگیره آیا زندگیم رو با جنگ تمام کنم یا اجازه بدم زندگی ادامه پیدا کنه. این پایان فلسفی مسیر سالید اسنیک ماست. چرا بیگ باس پایان متال گیر سالید 4 با سالید اسنیک صحبت میکنه و همه چی رو میگه؟ چون بالاخره بیگ باس متوجه میشه که برداشتش از ایدئولوژی دباس اشتباه بوده. این لحظه بسیار مهمه تو بازی. اون میفهمه که دباس نمیخواست یک جهان تحت کنترل زیرو یا جهان جنگ دائمی بیگ باس رو بسازه، بلکه چیزی براش مهم بودش که آدما بتونن بدون گرفتار شدن تو مرزها و ایدئولوژی‌ها زندگی کنن. نه چپ نه راست، یه زندگی معمولی راحت زندگی بکنن. تراژدی اصلی متال گیر کجاست؟ تقریبا تمام شخصیت اصلی فکر میکنن من دارم آرمان‌ها یا ایدئولوژی دباس رو دارم اجرا میکنم، به درستی هم اجرا میکنم، اما هر کدوم بخشی رو فهمیدن. فقط زیرو نظم رو فهمیده، بیگ باس آزادی رو فهمیده، پتروید کنترل کردن رو فهمیده، آتر هیون آزادی سربازا رو فهمیده، سالید اسنیک هم حق انتخاب رو فهمیده و در نهایت هم شاید سالید اسنیک بیشتر از همه چیزی که نزدیک به دباس بود و فهمید و خواست، اینکه انسان خودش انتخاب کننده باشه به دور از سیاست. پس فلسفه کل متال گیر در یک جمله چیه؟ اگه بخوایم تمام این مجموعه رو در یک جمله خلاصه کنم، متال گیر درباره تلاش انسان برای ساخت جهانی بهتر از طریق کنترل قدرت، جنگ و تکنولوژیه و اینکه همین ابزارهایی که قرار آزادی و صلح بیارن اگر از اختیار انسان خارج بشن میتونن خودشون تبدیل به یک زندان بشن. شاید مهمترین پیام مجموعه متال گیر این باشه که جنگ بده. این خیلی ساده است، بلکه سوال سخت‌تری میپرسه ازتون: چرا انسان‌ها مدام جنگ رو باز تولید میکنن، دوباره جنگ برای آتش جنگ رو فعال میکنن حتی وقتی میدونن جنگ بده؟ جواب مختلفی میده تو این بازی. مثلا متال گیر سالید 3 میگه سیاست و ملی گراییه که باعث جنگ میشه. متال گیر سالید 1 میگه ژنتیک و سرنوشت. متال گیر سالید 2 اطلاعات و کنترل حقیقته که جنگ رو به وجود میاره. پیس والکر رتالییشن و توهم صلح. متال گیر سالید 4 اقتصادی که به جنگ متصل شده. متال گیر سالید وی هم زبان، انتقام، هویت، تکرار خشونت، همه در نهایت به یه چیز برمیگردن. انسان چیزی رو از نسل قبل میگیره و به نسل بعد منتقل میکنه، چیزی به اسم نفرت اگر باشه جنگ ادامه پیدا میکنه، ترس اگه باشه کنترل ایجاد میکنه، انتقام اگه باشه چرخه خشونت ادامه پیدا میکنه، اطلاعات باشه میتونه هم آزادی رو بیاره هم کنترل و بسته شدن آزادی رو به وجود بیاره. اما اگه توانایی انتخاب رو به نسل بعدیمون انتقال بدیم شاید چرخه بالاخره شکسته بشه. اینجاست که کل متال گیر به یه دایره تبدیل میشه. دباس میمیره و یک آرمان به جا میذاره. بیگ باس اون آرمان رو اشتباه تفسیر میکنه. میجر زیرو اون آرمان ها اشتباه تفسیر میکنه و میفهمه. هر کدوم سیستم خودشون رو جداگانه میسازن. سیستم ها جنگ تولید میکنن، نسل بعد هم همون جنگ رو بزرگترش میکنه و اما سالید اسنیک که ما تمام عمرش تلاش میکنه تو این سیستم بیرون بیاد از این سیستم. در پایان متال گیر سالید هم به جای ساختن یه سیستم جدید انتخاب میکنه که چرخه رو تموم کنه دیگه. و شاید به همین دلیله که متال گیر در ظاهر درباره متال گیره، جاسوسی، سرباز، تروریست، سلاح‌های هسته‌ای، ولی تو عمق خودش درباره یه سوال انسانیه. وقتی انسان از نسل قبلی خودش نفرت، کینه، جنگ رو تحویل میگیره، ما به اون چی که به ارث بردیم چی کار میکنیم؟ این به نظر من قلب واقعی فلسفه متال گیره.